رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. به نام خداوند بخشنده و مهربان و خاص پروردگار عظیم الشأن که یکی از تاریخ امت اسلام جنگ بدر کبرا هست. در این خریطه‌ای که ما و شما در پیش این ایستاده میخواهم که این جنگ را برای شما شرح بدهم که برای چی پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم این جنگ بدر را شروع کرد. وقتی که مهاجرین مردم مسلمان مکه در مکه که مورد ظلم و ستم مشرکان قرار می گرفتند خواستند با خواست خدا و اجازت پیغمبر که بر سوی مدینه منوره هجرت نمایند و اجازت رسول الله بود که اصحاب پیغمبر هجرت نمودند. لیکن مهم این است که مردم مکه خانه و مال و تمام دارایی اینها را گرفتند زیرا که مخالفتی بر مردم مکه کردند. و وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به همه اصحابش وارد مدینه منوره شد، سال دوم هجری در رمضان رسول اکرم خبر یافت که ابو سفیان از سرزمین شام به سوی مکة الله با قافله تجارتی، کاروان تجارتی مال که داشت راهسپار هست. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این غزوه بدر خواست که همان مالی که مشرکان از صحابه های او گرفتند فقط همون مال را از دست ابو سفیان و همکاروانانشان واپس بگرداند و شوکت کفر را شکست بدهد. و هدف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از راهگیری اینها جنگ نبود، تنها همین بود که همان مال مسلمانان را واپس بگرداند. دوم این که شوکت و زوری و هیبت کفر را شکست بدهد. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از سوی مدینه منوره خواست که در همین منطقه ابو سفیان را خطی قافله‌اش راهگیر کند و اون مال تجارتی که از مال خود مسلمان ها بود و به خاطر جنگ به ضد پیغمبر استفاده میکردند همون مال را از دست اونها بگیرند. همین قدر بود مقصد پیغمبر. وقتی که پیغمبر خدا از مدینه بیرون شد، ابو سفیان که از سوی شام حرکت میکرد به سوی مکة الله در همین منطقه فهمید که پیغمبر با جمع از اصحابش بیرون شد. ابو سفیان راه دیگر را انتخاب کرد به سوی مکة الله. وقتی که جیش مسلمان ها به اینجا رسید ابو سفیان را درک نیافت، یعنی پیشگیری نکرد. وقتی که ابو سفیان در این منطقه رسید یک نفر را روان کرد که دیگر از مکه هیچ نفر واپس نیاید به خاطر اینکه مال اونها را حفاظت کند. پیشتر از این ابو سفیان یکی از کاروانیان را بر مکه فرستاد تا که اونها با تمام سلاح بیرون شوند و مقابله نشان بدهند یا اینکه راه امن خود را در این منطقه و راه تجارت خود را در این منطقه آرامانه حفظ نمایند. لیکن پیغمبر خدا وقتی که در این منطقه رسید حضرت ابو سفیان در وقت مشرک بودنش در این منطقه رسید، بار دیگر یک نفر دیگر را روان کرد که دیگر از مکه بیرون نشوند. لیکن ابو جهل
و امیه ابن خلف و همه صنادید کفر بر همین خلاصه آمدند که باید جنگ بر ضد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیرون شود و همین طور هم شد. ابو جهل با 1000 تا از لشکرهای کفر از مکة الله به سوی منطقه بدر وارد شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همین منطقه با اصحابش ایستادگی بود و میخواست که جنگ در همین منطقه واقع شود، زیرا که اونها به جنگ آمدگی بودند. در این منطقه ها که منطقه کوهسار بود میخواست که از پشتش هجوم کرده نتوانند، پشت او مستحکم باشد. لیکن یکی از صحابه ها برای او گفت که ای رسول خدا، آیا خدا تو را فرمود که اینجا بیست یا مشورت است؟ پیغمبر گفت مشورت است. گفت وقتا که مشورتی باشد جنگ باید انمیجا انجام بگیرد، زیرا که در اینجا آب هست، در این منطقه ها آب نیست. و پیغمبر گرامی صلی الله علیه وسلم به منطقه بدر آمد و ابو جهل و همه سرداران کفر هم نیز از مکه در همین منطقه حاضر شدند و اصحاب پیغمبر خانه عملیات را برای اصحاب پیغمبر در همینجا خیمه زنی کردند که از اینجا جنگ و چی نمود، یعنی شدن جنگ از همینجا با رهبری پیغمبر کنترل میشد. و در اینجا یک چاه بود که اصحاب پیغمبر برای طهارت و برای نوشیدن از خود همین چاه استفاده میکردند و در این باقی زمین ها چاه های زیادی بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواست که این چاه ها را خاکپور کند. این هم یکی از خطه های عملیات های جنگی هست که دیگر همین سردارها نتوانند که از همین آب استفاده کنند و از این آب تنها پیغمبر و اصحاب او استفاده میکرد. و در همین منطقه جنگ شروع شد. 70 تا از سرداران کفر به قتل رسید و 70 کسی دیگر اسیر افتاد و از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اصحاب چند نفر به شهادت رسیدند و بر همین طور این جنگ به انجام رسید. و مقصد پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم از این جنگ نبود، خیلی که گفتیم از این به دست آوردن همان مال خودی که مشرکان مکه از دست مسلمانان گرفتن انا همون بود. لیکن مشرک ها وقتا که جنگ خواستن رسول اکرم با اصحابش مجبور شد که این عملیات را ادامه دهد. و یک چیز را فراموش نکنیم که مقصد اساسی اسلام جهاد نیست، بلکه در حالت ضرورت همچون یک وسیله جهاد استفاده می شود تا که راهی دعوت باز شد. و الا پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم و اسلامی بزرگ هدف اصلی را از جهاد، هدف اصلی را در اسلام جهاد نمی داند، بلکه یک وسیله برای راهگشایی در دعوت به سوی خدا و پیغمبر می داند که هنگامی که راه دعوت بند شد، هنگامی که نگذاشتن که مسلمان ها دعوت خود را آزادانه بکنند، بعد جهاد در سر مسلمان ها با شرط و شرایطی که علمای اسلام بیان کردن با او شرط و شرایط برپا میگردد. و این مختصر از جنگ بدر بود و آن هدفی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر او هدف از مدینه منوره بیرون شد، نه به خاطر جنگ بود. این را باید هر یک مسلمان بداند که هدف مسلمان یا هدف اسلام جنگ نیست، بلکه هدف اونها دعوت است. لیکن اگر راه دعوت منع شود، راه اسلام منع شود، راه عبادت منع شود، این جهاد همچون یک وسیله استفاده کرده می شود. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین.